آهای اهالی فینیتو، امروز برایتان یک هدیه خفن آورده می باشمندی. اگر گفتید که چه می باشدندی؟ پمپ او برای مزارع ما می باشندی؟ آب که دست من نیست، باید باران بیایندی. علوفه برای دامهای من می باشندی؟ علوفه هم شد هدیه؟ گفتم این هدیه خفنی می باشندی. حقوق عقب افتاده ما معلم ها می باشندی؟ حقوق عقب افتاده که عقب افتاده، این هدیه ایست که جلو افتاده. ریس ریس از این هدیه رونمایی کن. بله، این شما و این موشک کت خدا. آخر موشک به چه دردمان میخورندی؟ کت خدا این موشک را به سمت دشمنان پرتاب می کنندی. خب که چی؟ برای ما که آب و نان نمی شوندی. برای امنیت و اقتدار کت خدا می باشندی تا بتواند مال و اموالتان را آنگوزمان کنندی. ریس ریس ساکت شو. آهای اهالی فینیتو، آماده باشندی، الان موشک را پرتاب می کنمندی. وای سوختم آتیش گرفتم، کت خدا عقب سوختم. ای خاک بر سرت ریس ریس، باز هم که سود زدیم. ای خاک بر سرت کت خدا با این موشک پرانید. به زودی اهالی خودت و موشک و کل جک و جونورات رو پرتاب همی می کنندی.